یک تعداد دوستای ما میگه نه، قایم کردن خلافت خو خیلی خوب است، بدون خلافت هیچ کاری دیگ نمیشه. خود تا که در او موقع برسید زندسازی بکنیم. سارا در زندسازی نمیماند دیادرم. در زندسازی او اگر فکر دستش برسه یک دقیقه به تقریر نمیماند. تا چی جای از اینکه تو به مردم بشینی زیر تا بسازی. نکو جهاد عملی، جهاد عملی است. تا روز قیامت جهاد عملی قطعا موجود است، باید باشه. کفر که حراس داره از جهاد عملی حراس داره، از چیزی دیگر حراس نداره. امو علمای را خوب تمجید میکنه، دوستش داره که در کتابش از جهاد یک بابم نگذاره. مثنوی مولوی را چرا دوست داره؟ در اونجا باب جهاد نیست. اونجا کافر هیچ مقابل واقع نشده، همیشه مقابل کیست؟ نفس. خلاص او را خیلی دوست داره، هیچ گپی نیست. هر چیزی که برش بیان کنه خو خیر. این نکته ها را بعضی مردم دقیق میفهمند، بعضی مردم نه.